نه که تو خدا را ببین، نه استاد تا ببین، نه پیر تا ببین، نه معلا را ببین، نه مردم ببین، فقط خدا را در نظرت بیار. ببین ان تعبد الله کانک تری الله، معنی ان تعبد الله چنان پرستش که خدا را که گویا عیناً تو تری الله، خدا را دیده ایستادی. دیگه خدا را نمیبینی؟ برای که وجوهی یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، در قیامت خدا را میبینی، اینجا جای دیدن خدا نیست. اگر خدا در این جخچه نشان بده دیگه یا این دنیا دیگه دنیا نمیشه، دیگه هیچ کافر نمیشه، این دنیا هم نمیشه، هیچ کس دیگه کافر هم نمیشه، منافق هم نمیشه، دیگه همه سر و سجدن. این دیگه مردم هم اینجا میده جوین هم بیان میگه بس در کارم نیست. برای میخواه الله سبحانه و تعالی را اعلان کرد که فانه یراک، حیاتی تو عبادتی تو چنان باشه که گویا خداوند دیده است. برای اینکه ما ایمان ما همون درجه کامل می شود که عقیده ما همین باشد که در جمیع احوال الله ما را میبینه، الله ما را میبینه. آیا قصه دیگه گفته بودم که یک میگه عالم سر درس میگفت شاگردا را، در بین همون شاگردا یا شاگردش بسیار دوست میداشت، برای که نظر میکرد عقیدش دیگر بود، قرآن و معنای قرآن خیلی در او تاثیر کرده بود. دیگر شاگرداش حسد میبردن که چرا ما خدمت ای زیادتر میکنیم و ایرا مقدم میداره. ایرا میفهمید و یکی سیر در درون پوشیده بود، داملا نمیگفت. یک روز میگه یک داملای دیگری، یک بزرگواری اومد به ایمان شد که همیارا اگر به همین یک شکل دانش ندانانم ای در دل اینا گویا ابدی میماند، عقیده اینا کج میشود. بعضی میگه گفت ای بسیار مردی دوستی ما، عزیزی ما، در دیار ما قطعی 6 سال تحصیل و عبادت کرده هستیم، با در ما آمده است، یا احترامش کنیم، احترام حالیم واجبه. و میگو همونجا مرغا هستن، هر که یک مرغ بگیره برای بکشه، لیکن در یک جای بکشه که هیچ کس نبینش، هیچ کس نبینش، خوب نگه کنه، خلوت جا بکشه. هر که یک کارچه گرفت 4 مرغ گرفتن 5 مرغ، او شاگردی که بسیار اعتقاد عقیدش به خدا وزمین بود، او هم یک مرغ گرفت رفتن، او نیکی خلوت بکشه گفت. بعدم در اندیشه فرو رفت، هر کدومش برده یک پسی دیوال نظر کرد هیچ کس نیست، بسم الله الله اکبر گفت کشتش. اما آن مرد شاگردی که نغزش میدید که عقیدش صحیحه، ریا نداره، فقط کارش خداییه، او هم کارچه در دستش مرغ زنده قطعی آمد. همه کشتن. بگو که تو چرا نکشتی؟ داملا آویدیدش بر آمد گفت تقصیر شما گفته در یک جا بکش که هیچ کس نبینه، نه اون پسی تیپه رفتم، هر طرفی را نظر کردم خدا همونجا دیده، هیچ جای پنهان نیافتم از خداوند. گفت شما را گرفته آمدم. بعد میگه داملا سرش خم کرده آویدش ریخت، اونا هم کشتگی خونه میره، اونا بس به خود آمدن که ایمانی ما دیگه به دست ایمانی دیگه، ایمانی ما ظاهری به دست ایمانی ای حقیقی به دست. خدا را در جمیع احوال حاضر و ناظر ما نمیدانست دستیم، خدا را ای حاضر و ناظر میدانست است. برای من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اگر تو خدا را نبینی نیکی هم خدا در دلت بیار که خدا تو را دیده ایستاده است. الله میفرماید در قرآن ولا یخفى علیه من شیء، ولا یخفى علیه من شیء، پوشیده نمیماند بر خدا هیچی چیز، هیچی چیز. حتی یک مرچه که میگویند مولانا یک مور در درون سنگ مرمر سیاه
در دهن همو یک الله همو را اوقات شده همو جا خلق کرده یک برگی سوز همو میخوره کرش همو را الله میدانه ولا یخفا علیه من شیء پوشیده نمیماند بر خداوند هیچ چیز آیا کسی که الا یعلم من خلق تبارک میفرماید سوره ملک آیا نمیداند او کسی که آفریده است راست کرده است با حکمت امرش در شکم مادر یک قطره آب ویتامین صورت کشیده است دل در کجا پیدا کرده اعضا را او الا یعلم او نمیدونه کسی که خلق است نمیدونه آیا مال یک استا بیارم خونه را چخیل کنگره کنه چکا کنه در کجا میخ همشه میدونه که اینجا را چخیل راست کرده است آیا او ذاتی که ما اتره یک قطره آب راست کرده است اون نمیدونه اون نمیدونه اون میداند احوال ما را زندگی ما را دلای ما را عبادت ما را مقصد ما را همه احوال من ولا یخفا علیه من شیء پوشیده نمیماند بر خداوند هیچ چیز هیچ کار هیچ عمل لیکن مگر الله لا یقبل الله الا ما خلص له همون کاری که خالص بشود برای خدا که احسان همینه معناش امر خداوند قبول میکنه برای خداوند همه ما و شما را هدایت بکنه امیدوار هستم از فضل خداوند اهل علم و فضل زیاد شود خدایا طالب علم را زیاد کنه که در ایگر ما خیلی طالب علم نیست حقیقی طالب علم نیست خواننده حقیقی نیست سو مشکل است این سو ایگر ما پست است جستجوی دین ندارند مردم هیچ جستجوی اسلام ندارند عالم سراغ نمیکنن والله هیچ کس سراغ نمینه ملاره همه روزه که مرد بعدم یک غوب و شو و پوچ دیوانگی میکنه برند مرده را گور منن الله اکبر بعد یو دیگه هیچ کس در کار ملا در کار نیست کفنش پاره کرده استان همون مرده را پیچون برد در سر گوری تبارکش خون میگه تمام شده که بره یک با کسی تا مرده دیگر هم منتظر شد دوادوی ملاگی هم برای مرده اما کدام کسی هجدن با پشیمون شدن که با جنازه ها موندیم با سرکه بگردیم درومند اکای سده این مردن تو بی اسلام عزیز کجا شد احترام علما کجا شد فضل علم باقی نماند برای همین ناکسا طلب علم و جستجوی علم و راه دین و معرکه ها به نور در چند معرکه رفتیم شدیم برای عبرت سر را خم کردیم کو یا چی می گفته باشن اما گاوی ده هم بسته واره معرکه به نور خوردن حف کردن خیستن و رفتن میگوید مولانا با یک او صوفی اولیا را خدا جنت جاش کنه صاحب مسلک المتقین کتابا در پشتش در قشلاقا میگشت است اولیا برای عبرت این اینجا می اومد از یک روز می ایستاد است که خلق همینجا را می سنجید است نگه میکرد است با یک روزی با کتاب باشه پشت میکرد دیگر قشلاق اما خواجه نقشیران اینو اونو اما دیهنه و تا کجا میگشت است بعد یک قشلاق رفته است دو روز ایستاده است هیچ کس پیش هم نامده است هیچ که نماز طارت کنی را این مردم ندیده است این مردم های بگدم بگاه و ایدم بخر و بزو این همین بعد باید چی گفته است با ایام کهولت ماندهیم سر در تی تاقی نمیدانم چی گویم من با این گاوان علاقی ببین نمیدونم چی بگم من دیگه همه گاو گشتن ایدون بی گاو گشتن ایدون بی بز گشتن ایدون بی دنیا شدن یا پیش خدا رفتن فراموش کردن آن کس که حیاتش خور خواب است زی حیات آن کس همتش خور خواب است زی حیات حضرت شیخ سعدی میگه کسی که دلش نیتش فقط هم معیشت حاضر در زمان ما چی کلمه مونده است
معیشت کجا اومدی میگه ای معیشت گپ همین در جا میگه کجا بودی اونجا تشکیلی بود چی تشکیلی بود تشکیلی دین بود تشکیلی نصیحت بود چی بود کدام تشکیل اقام اوقات کردن خوردی همی قطع خرسان شدی همی بود خرساندی تو آن کس همتش خرخاب از زی حیات حضرت شیخ سعدی میگه حیوان است که بالاش به انسان ماند حیوان است که بالاش به انسان ماند حیوانی هست که بالاش یعنی روی آدمی و درونی او حیوانی حیوان و انسان نیست و حقیقی انسان نیست برای همین انسان با چی ای؟ آدم با چی آدم میشه آدم برای آدم چی فرق دارد آدم الله تبارک و تعالی همون کسی را میگویند آدم کی او فرزندی آدم باشد وقتی که انسان از پی دنیا باشد او بنده دنیا هست برای خیلی کتابا عبد دیناری و درهم میگن عبد دیناری و درهم بنده دینار و بنده درهم شبم بروز از دنبی دینار و دینار برای خیلی عبد دیناری و درهم عربای مقال دارن بنده دینار و بنده درهم است حتی مسلمان امروز در سر همون دهقانیش نماز نمیخوانه والله نماز نمیخوانه قدی زن و کودکاش آیا خدا باید از کجا ترا برکت بتید از کجا برکت بیاد در سر کارش نماز نمیخوانه آو رفته ساد است همونجا تورا نمیره نماز بخونه قدی باید بگه شکری نعمت خدا را و بجا بیانه با الله زیادتر مبتید این زمین خدا این آو خدا ما بنده خدا تا حالا ایمان مردم روز بر روز ضعیف شده رفته بگن اماری نعوذ بالله حضرت عیسی در همین مسجد فرامده است یک بار به هم بیننش میگه رفتیم عیسی را دیدیم همین قبل است نمیشینن که حضرت عیسی سخن پیش نوند نمیشینن خطیش که حضرت عیسی سخن بشنوند همه گرفتیم دیدیمشون بده لیکن بگن یا ارتیس آوردن انا تا ساعت 12 یک شوه چشماشو بی نور مل میکنم جا میشینم خوشم نمیگیره انا ایمان او کجای او ایمان او ترس او امید جنت در کجاست دروغ امید با جنت امید ندارن دروغ است ترسی دوزخ ندارن دروغ است بگه دوزخ میترسی دروغ است برای قرار میگه که طفله هایی که نمیدانن بگو الاو اول طالب نفهمید است که الاو چیه الاو بگو نمیفهمه دیگه یکی الاو نیاری هم یک چای جوش دست یک بار بزه الاو بگو دیگه 100 بار الاو بگو میگریزه اما کودک میگریزه و بگو الاو جز بگو میگریزه لیکن امروز بینمازی الاو است بگوی 100 میگوی در دل مردم تاثیر نداره که همون زمانی در الاو رفت بعد میگه که گپ حق با دست ما نگرفته او روز کار دست رفته است کار دست او روز رفته است دیگر عمر رفته باز نمیگرده خداوند همه ما و شما را هدایت بکنه مقسوم سبب صحبت دیداری ما و شما گردید هموطنای عزیز خدا تویش مبارک کنه خاریه تلاوت کنه و برکتانه و بعد عزیز بخوان